به نام خداوند که رحمان و رحیم است. سلام بر همه شما عزیزان. آرزومندم دور از گزند روزگار بوده لباس عافیت بر تن داشته باشید. باری دیگر از طریق بنیاد خیریه الحاج عبدالرؤوف محمدی و همکارانش با از زندگی فامیلی سر زدیم که اصلا به نام زندگی چیزی را تجربه نکردند. خانواده‌ای که در یکی از خرابه ها زندگی می‌کردند، نه فرشی برای نشستن و نه کمپلی برای گرم خواب کردن و نه دروازه کلکنی. گذشته از این حتی این فامیل سرپرست هم ندارد. مرد این خانه معتاد مواد مخدر بوده، خبری از زندگی ندارد و این مادری بیچاره با هزاران مشکل و با هیچ امیدی در این فصل سرد و به راه رسیدن فصل زمستان کوشش می کند زنده بماند. اگر شما مردمان خیر می خواهید شمع امید را بر این خانواده روشن کنید تا این فامیل از بدبختی نجات پیدا کند یا به اندکی امید به زندگی خود ادامه دهد، از کمک هایتان مستفید سازید. این مادر بیچاره به جز از کمک شما دیگر راهی ندارد. از طرف بنیاد خیریه عبدالرؤوف محمدی و همکارشان نقیب الله بای یعنی بوجی هارد و برنج و روغن بر شما امروی 2000 افغانی در شما داده شده خوره. دیگه شما از دعای خود او را کم نکنین. خداوند را خیر بده که شما کمک کنه. زنده باشی. خدا دستگیر آخرت حاضرت نکنه. خوارم وقتی که در این سرما میفهم که شبا خیلی سرد است، تو کدام توس و کدام چیزی را به نظر من نداره که خانه تو خشک خالی است و دیگه این سرپرستی خانوادی ترکی میکنه و به تو کی خرج و کی چیز میاره دیگه زمین گذارون ما به سختی تیر میشه. دیگه همین رقم سایه که غذای چیز زیاد بشه از خونه اینا آدم پر خیر باشه نماشون یک کاسه که یا چکنون میاره خدینا میجه شیخ خدینا تیر می همین تو بیدار دروان تیر مینم بی توس نرین وارش دیگه مجبورم چیکار کنم سرپرست ندارم کاریگر من ندارم دیگه تا خونه بیدار سر زمستون دیگه همین هم سایه خدا خیر بده که غذای چیز زیاد میشه یک نون چیز زیاد میشه بهم بچه‌ام میاره بچه تو چرا پایش اوگار است پای زیر زخم است چی از خورم که به حالت است لاک چیزی میره جمع میره تمش خال دنیا تمش خالا پاینا شیشه چاق میده نی کش داره نی لباس داره هیچ نداره انا اینا پاینا دیشب تا صبح شو تا صبح گیریم اینا پاینا اینا شیشه پنجه اینا چاق میده اینا پاینا از بیکشی از بدبختی از بی سرپرستی ولی که خنک میشه نه با دوا سرد میشه یا یک جاکت و جمپر و یک چیزا نداره نه هیچ نداره نه جاکت داره نه جمپر هیچ نداره یک توس جلنی که بالا اینا بود دازنم شه این یک همسایه یک لقمه نون که میاره غذای چیزی بز نمیدم گاهی سیر گاهی گوشنه شو که تا ساعت 10 شو 11 شو ما گوشنه شیشتای تا ما بچه ما که از لاگ میواسه کنه 40000 میاره بز نون چیزی اگستون شد بز نمیسنه نه بد گوشنه خو دیگه زندگی ما یک سختی تیر میشه سرپرست نداره کاریگر نداره مادر جان وقتی که شما در این سرما که میگین ما توس نداریم جای نداریم یک وقتی یک کسی به شما یک کمک میکنه یک مؤسسه یک شناس و یک چیزی شما رو در یک جای معرفی کرده که به شما یک کمک و یک چیزی شده باشه نه دیگه ببین خونه که گاه وقتی میرم کار میرم لباس میشیرم ظرف میشیرم همینجا خدا یک آدم خیرخواه بسمونه یک آرد روغن برنج گاه وقتی یک چیز به من میده دیگه 6 ماه پیش هم یک مؤسسه ما به ما یک بوجی یک آرد داد یک سلت یک روغن بده ناد دیگه کمک کس به ما چی نکرد دیگه خودم که لباس چیزی میشیرم یک بسمون خیرخواه باشه یک چیزی کمک خیلی میکنه گاه وقت دیگه چیزی کس به ما نداد خوره که آل از طرف بنیاد خیریه الحاج عبدالرؤوف محمدی و نقیب الله بای همین یک بوجی آرد و برنج و روغن و 2000 افغانی در شما داده شده. از این بازش هم خداوند مهربان است که توکلتان به خدا کنید که بازم دست شما رو میگیره ان شاء الله تعالی. شما به دعایشان باشین که اونا کامیاب شون، همیشه سر حال سر کار و بار خود خداوند کار و برکتشان خوب کنه. در شما همیشه کمک و چیز شما ان شاء الله تعالی میرسد. خیر بدون خدا دستگیر آخرت حاضرت نکنه. خدا به نام تو بده نتونه جمع کنه به هر بسمون خدا بده. اگر می خواهید این خانواده را کمک کنید به این شماره به تماس شوید 070 56 56 400. تیم این بنیاد برای سربی دست خالی نرفته با کمک اندکی که پول نقد و مواد خوراکه می باشد سر زده است. به همین سبب سپاسگزاریم از مردمان خیر که فعلا در خمس مشید هستند. هزینه مواد خوراکه را و مدیر مطعم ابها پول نقد را پرداخت نمودند.